برای مد روز بودن لازم نیست تا بیخ هر چیزی رو پیش رفت. تنها گاهی چند نشانه کوچک کافی است تا انسان به اوج کمال برسه. یعنی مورد دیده شده برف اومده، یارو نشسته روی تویوب، یه تپه 3 متری رو اینجوری اومده پایین، بعد خورده به یه سنگ، با مغز رفته تو درختای کاج، بعد یه نصف روز رفته شمشک، چوب و لباس اسکی اجاره کرده، یه عکس انداخته گذاشته رو فیسبوک، زیرش نوشته باز هم من و کوههای برفی که صدایم میزنند. یعنی عکس رو که نگاه میکنی انگار کلن طرف با چوب اسکی به دنیا اومده، یه عمر هم روی برفهای نکوبیده یه کوههای راکی اسکی کرده، آخر سرم قرار لای جرز کوههای آلپ به خاک بسپارنش. خلاقیت دیگه. یعنی یارو تا امروز سنگین ترین خلافش خوردن چای بوده، الان کافی شاپ مده. یعنی یه کتاب پائولو کوئیلو میخره، با نامزدش قرار میذارن کافی شاپ، تنگ و تاریک و مهالود. بعد منو رو که میذارن جلوش میگه از همون همیشگی میخورم، اسپرسوی دوبل یا همون دبل. بعد قلوپ اول اسپرسو رو که میخوره قلبش میاد تو حلقش. بعد به نامزدش میگه که نیست من یه عمر قهوه خوردم تپش قلب گرفتم، دکترم دیگه قدغن کرده. بعد سانشاین سفارش میده با چتر و خامه اضافه. بعد خیلی شیک همون اولش چتر رو بر میداره به عنوان گیفت میذاره کنار بشقاب نامزدش. یه دسته دیگه هم هستن که از پائولو کوئیلو عبور کردن رسیدن به 100 سال تنهایی مارکز. منتها چون وقت ندارن، بعد حوصله هم ندارن، 5 ماه اول تنهایی رو خوندن با یه مقاله خلاصه داستان پشت کتاب و یک مقاله کوتاه راجع به رئالیسم جادویی. روانشناسان معتقدن که این دسته در واقع با مشت و لگد مشکلشون حل نمیشه، اینا رو حتما باید با نیسان آبی زیر گرفت. یعنی این که میگن در دنیای مدرن فاصله ها از بین رفته و همه داریم در یک دهکده جهانی زندگی میکنیم، همینه دیگه. یعنی طراح فرانسوی داره به این فکر میکنه که شلوار با فاق کوتاه هم ممکنه قشنگ باشه. بعد میبینی تو تجریش همه دارن دوتایی راه میرن، یکیشون داره حرکت میکنه، اون یکی شلوار اینو از پشت گرفته که از پاش نیفته. بعد طراح ایتالیایی از ذهنش گذشته که یک سوراخ کوچک در بعضی موارد در روی شلوار میتونه در بعضی از مجالس جذاب باشه. هنوز به نتیجه قطعی نرسیده، حد فاصله بین میدان راه آهن و شوش همه شلواراشون شرح هست. بعد مورد داشتیم طرف 2 روز اخبار هالیوود رو پیگیری کرده، الان 3 تا سوراخ داره تو گوشش که 7 تا گوشواره ازش آویزونه، یه حلقه به دماغش وصله و یه زنجیر چرخ بسته به نافش. این میگن دهکده جهانی. به این الان دیگه یه مدت طبیعه افاقه نمیکنه، مد شده همه زدن تو کار ماوراء الطبیعه. یعنی به شما به همت کنی یه چرخ تو فامیل و در و همسایه و دوست آشنا و شهر بزنی، همه یا 180 درجه زدن دارن زن میکنن، یا پاشون انداختن دور گردنشون دارن تمرکز میکنن، یا چشاشون رو بستن دارن انرژی میدن، یا سر تیر تخته رو گرفتن تو خونه جابجا میکنن، فنگشویی میکنن. بعد یه عده‌ام چاکرا به دست این وسط وایسادن، حسابای بانکیشون هر روز پرتر میشه. ای جانم، یه کلمه ای که روزی 400 بار هممون میشنویم باشگاهه. باشگاه. پچر نمیای؟ دارم میرم باشگاه. پچه نمیری؟ میرم باشگاه. خب اون قضیه چی شد؟ باشگام. خب چرا غذا نمیخوره؟ باشگاه. خب بیا دیگه دیر شد بعد باشگاه. خب چرا نگفتی به قبل باشگاه؟ باشگام. بیا یه دقیقه من باشگاه میرم. خب بگو باشگاه. چرا جواب تلفنتو نمیدی وسط باشگام؟ چرا صبونت باشگام؟
چرا نمیمیری؟ باشگاه. البته خوبه که انسان ورزش میکنه، باشگاه. بعضیا میگن من کوچیکتر از اونم که از این حرفا بزنم، ولی من میگم، با یکم عصبانیت هم میگم، چقدر کتاب میخونین؟ چقدر کتاب میخونین؟ مده که بعضی از جوونا ساعتها توی بولوارها دور دور میکنن. چقدر کتاب میخونین؟ مده که بعضی از خانوما از ماهی 30 روز 24 روزش تو آرایشگاهن. چقدر کتاب میخونین؟ مده که از 1 شب تا 5 صبح توی فیسبوک دارن چت میکنن یا راجع به مسائل بی اهمیت نظر میذارن. چقدر کتاب میخونین؟ مده که سریال ترکیه‌ای میبینیم در 444 قسمت. چقدر کتاب میخونیم؟ مده که بعضی از جوانا درگیر مدل اتومبیل، مدل مو و فاق شلوارن. چقدر کتاب میخونیم؟ کاش کتاب خوندن مد بود. کاش کتاب خوندن مد بود. سرانه مطالعه هر ایرانی در هر سال فقط چند دقیقه است و سرانه توی اینترنت بودن هر ایرانی در هر سال هزاران ساعته. کاش کتاب خوندن مد.